خودت را فروختی، شرف و ناموست را فروختی. احمق، چرا امنیت را فروختی؟ این لباس با شرف را چرا آلوده کردی؟ من کسی را نفروختم. خواستم حیات کودکم را نجات دهم. ارجان، چرا نزد من آمد؟ در تگ این بام کی فرزندی من و تو گفتیم کی را صاحبی نکردیم؟ کی از دستمان آمد و نکردیم؟ نمیدونم سردار. خانه آمدند، همسر و من و فرزندم رو میکشیم گفتند. کمی در دستم مبلغ گذاشتند. سردار مرا ببخشید. ارجان، خودت را سوزاندی. با ناموس زندگی کردن بهتر از گناهکار شدن. تو پلیسی چخیل نمیدانی که افلاسی روز نه روز فاش میشود. حاضر خوب شد مگر؟ های بادا که لباسی با شرف را با دو تنگه فروختی. معلوم شد که لایق نبوده ای. برید او را بیاناتش را با پروکرور دهید.